سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. ختم گفتگوهای افغانستان و پاکستان و بحث درباره مسائل امنیتی و منطقه‌ای. شهادت 148 تن در پی بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر در کشور. و آمریکا در آستانه خروج از پیمان ناتو. امروز پنجشنبه 20 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که گفتگوهای رسمی هیئت افغانستان با طرف پاکستانی در شهر ارومچی چین در فضای سازنده انجام شد. بلخی در اعلامیه گفته است که در این گفتگوها پیرامون روابط دو جانبه، موضوعات امنیتی و مسائل مربوط به ثبات منطقه‌ای بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفت. در اعلامیه آمده که امارت اسلامی افغانستان از میزبانی و نیت نیک چین قدردانی می‌کند و امیدوار است این روند سبب اعتمادسازی، روابط پایدار، تفاهم و تقویت همکاری‌های مؤثر شود. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان میگوید که از 6 ماه حمل تا اکنون بر اثر بارندگی، سیلاب‌ها، زلزله و لغزش کوه‌ها در سراسر کشور 148 تن شهید، 216 تن زخمی و 8 نفر ناپدید شدند. معاون سخنگوی امارت اسلامی افزوده که در این حوادث 1149 خانه به طور کامل و بیش از 5000 خانه به گونه نسبی تخریب شده و 366 کیلومتر سرک نیز آسیب دیده است. آقای فطرت همچنان گفته که سیلاب‌ها هزاران جریب زمین زراعتی و شمار زیادی از درختان را از بین بردند. در مساحت 500 جریب زمین پارک صنعتی در شهر ایبک ولایت سمنگان ساخته می شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده است که بر اساس فرمان اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله 500 جریب زمین از سوی این وزارت به وزارت صنعت و تجارت در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان منتقل شده است تا پارک صنعتی در آن ساخته شود. و در آخر شبکه خبری الجزیره گزارش داده که اظهارات مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که داری دونالد ترامپ خروج از پیمان ناتو را بررسی خواهد کرد. کاروین لویت سخنگوی کاخ سفید در این رابطه گفته که جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران امتحان برای ناتو بود که ناتو در آن شکست خورده است و افزود که ترامپ به زودی گفتگوهای جدی و واضح با مارک روته دبیر کل ناتو خواهد داشت. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.